بسیاری ها این را می خواهند، اما لیکن ای که هزار رفت و در خواب بینگر که چی میکنی تو با خلق خدا، چشم از همه مردمان همان باید داشت. ما خوشبختی میسازیم و در این راستا من با کل همزمانان یک آسمان محبت تمنا می نمایم. بینگر که چی میکنی تو با خلق خدا، چشم از همه مردمان همان باید داشت. بله، خوشبختی را میسازند با واسطه مکتب، تعلیمی بردوام کتاب و دستور 1000 ساله راه که تا ما شکل گرفته به دست نسل زمانی ما آمده رسیدند. محض همان نسل به خوشبختی بردوام دست می‌یابد و آن را صاحبی کرده میتواند که اهل کتاب و معرفت است و آگاهانه زندگی سازمان می‌دهد و به اعمار کارخانه های دست می‌یابد که آن برای امروز و فردا روشنی و گرمی پیشنهاد می‌نماید. چون راغون روشنی زا فرزند آدم همان وقت خوشبخت بوده میتواند که همگان در فضای صلح و ثبات سرتاسری و یکدیگر فهمی زندگی سازمان دهند و همیشه به استقبال همدیگر به چهره گشاد به هم آمده به همدیگر خوشبختی تمنا نمایند. شاید بسیاری ها این را میخواهند، اما لیکن این کاری آسانی نبوده است. تاریخ بیش 1000 ساله چسب و تلاش نیاکان بزرگ فارس و تاجیک اثبات کرد که تا به چنین روزها رسیدن چقدر ایجاد و تلاش، مبارزه های خرد و بزرگ را از سر گذرانیدن لازم آمد و هزاران نسل قربان گشت. نهایت به آزادی کل و استقلال دست یافتیم و اثبات ساختیم که به کوی مراد رسیدن امکان داشته است و فرزند آدم می توانسته که با دست خود گهواره خوشبختی خود و پساوندانشان را بسازد و برای کل همزمانانش فقط گرمی و روشنی محبت زا پیشنهاد سازد. و ما همان نسل خوشبخت 1000 ساله راه پیموده ایم که به اعمار کاخ نور ارمان شکنی 1000 ساله دست یافته ایم. ولی باید دانست که این 1000 ساله چسب و تلاش و برد و باخت را به یک نفس گفتن و پیشنهاد کردن کاری آسان نیست. شما تصور کنید بیننده عزیز که بیش از 1000 سال پیش محض در زمان استقلال پیش آورده جد بزرگمان اسماعیل سامانی با ایجاد این آرزوی دست زد حکیمی با نام ابوالقاسم فردوسی و اثری ماندگار تألیف نمود با نام شاهنامه تا ملتمان از تجربه تلخ گذشتگان درس عبرت برداشته زندگی شاهانه سزاوار سازمان دهد به خشونت و دهشت‌های کس نادید و گوش ناشنید. اما بازم افسوس، هزاران افسوس که این دهها را به اثرش همزمانش درک نکردند و او 30 سال دیگر سرسان و سرگردان از دهشت رویارو گریخته گشت تا همزبانانش بلاهای را به سرش نریزند و نهایت معرفتی شکل گرفته از دست رفت و برای از دیگر پیدا کردن آن بیش از 1000 سال چسب و تلاش در کار شد تا ابره‌های دوری حکیم ابوالقاسم فردوسی با ماهیت ایجاد جد بزرگشان سرفهم روند و با کاخ خوشبختی که محصول آن گرمی و روشنی بردوام و نتیجهش محبت سازنده به هم آیه هاست دست بیابیم با نام کاخ نوری تاجیکستان. معجزه زمان. بله، راغون بر حق معجزه است. معجزه بزرگ زمان که آن را استقلال پیش آورده با تحفه آفریدگاری در زمان گذشته نصیب گشته امان
به پی قدم راهبر مورد شناس و جسور و دولتدار صاحب خرد با تحمل عالی بشریگرا. این صفتها محض در راه اندازی طرح تقدیرساز دیار که آینده تاجیکستان را پشتیبان است، اصالت روشنگرایی اصلها و نسلها را به عهده دارد، اثبات خویش را یافت و ما نسل این زمان پیچیده و مرکب را از هزاران دهشت رها گرداند. خاصه از جنگ خانه برانداز تحمیلی آغاز استقلال که همگی دست از زندگی برداشته بودیم، اکنون عمل در تاجیکستان راه اندازی شده ایستاده است که نظیرش را تاریخ بشریت یاد ندارد. بله، این محابات نیست. تا امروز کسی گفته نمیتوانست که در گوشه کوهستان آفتاب همیشه بهار با دست آدم روی کار می آید و او با طور همیشگی به خواهش صاحب وطن فعالیت می کند. باز در موردی که جهان را صدمه بزرگ مالی فرا گرفته، ابرقدرت‌ها دست از عملهای سازندگی باز داشته و این معجزه در دیار راه اندازی گشت که اکنون از جنگ شهروندی رها یافته و در خزینه‌اش پیسه برای آبادگری پیدا کردن مشکل بود و با جسارتی بی‌مثل و خرد ازلی راهبریش امام علی رحمان به اقدام اساس گذاشت که بودجه این عمل از بودجه دولت به کرات برتری داشت. این عمل خودش معجزه است که کارخانه سازمان می‌یابد با مبلغ هنگفتی در عقل ساکنانش نمی‌گنجیدگی. اکنون با این عمل بی‌قیاس ارمان هزار ساله تاجیک به پرواز آمد. مناجات مولوی درد آشنا با به دست آمدن استقلال کامل دولت ملی و پی قدم بخیر و با برکت راهبر درد آشنای زمان گذشته امام علی رحمان به درگاه آفریدگار مستجاب شد. آفتابا، بار دیگر خانه را پرنور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. و اکنون چنین آفتاب بیغروب که به درخواست صاحب وطن عمل میکند بنیاد یافتن دارد. کاخ نور در راغون قامت راست کرده ایستاده است که طلوع دارد و غروب نه، و اما در این باره بعد. اکنون اینجا ما قصه چرا معرفتمان از دست رفت یا سبب گم شدن معرفت بزرگ ملی چی بود را پیش میاریم. به هر حال این اندیشه تحلیل بسیار جدی را تقاضا دارد که ما اثبات سازیم با جهانیان که ما آن را نه گم کردیم و نه از دست داده. برعکس سیاست های خرد و بزرگ زیاد چون زمان شوراها معرفت ملی را از مردم ما به جبر گرفته. تا سیاست لنینی در نصف ممالک شرق زبان کارگزاری ها فارسی، دری، تاجیکی بود و کلی بزم های شاهانه محض به زبان ما. ولی اکنون زبان کارگزاری به این معرفت بزرگ که میلیون ها نفوذ را در نصف عالم در بر می گرفت حتی برای خود صاحب معرفت ها هم بیگانه شد، از دست رفت و با گفت عالم بزرگ این زمان فریدریخ استر گم شد. چرا؟ در نمایش آینده از این باب قصه خواهیم کرد. خدا حافظ.